امروز در دوره برگزاری سیمپوزیوم بین‌المللی علمی پژوهشی در فرهنگ بوستان از دیروز تا امروز هیئت مهمانان و اشتراکداران این چهاربینی سطح بلند در هیئت بیش از 70 نفر از انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی مملکت نیروگاه برق آبی روغن بازدید به عمل آوردند. مهمانان در شهر روغن نخست از نمایش دستاوردها و محصول دسترنج هنرمندان چیره‌دست این گوشه دیار دیدن نموده، سپس با رفت کارهای ساختمانی در نیروگاه شناس شدند. گزارش محیدین محمد آباد. اشتراکداران سیمپوزیوم بین‌المللی علمی پژوهش در فرهنگ باستان از دیروز تا امروز در هیئت بیش از 70 نفر از انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی مملکت نیروگاه برق آبی روغن دیدن نمودند. نخست مهمانان را در درآمدگاه شهر روغن نمایندگان مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی شهر گرم و صمیمی استقبال گرفتند. با افتخار تشریف مهمانان در اینجا نمایش دستاوردها و محصول دسترنج هنرمندان چیره‌دست این گوشه دیار دایر کرده شد. دسته هنرمندان قصر فرهنگ شهر روغن با آهنگ و نوای دلاشوب طبع مهمانان را شاد نمودند. اشتراکداران همایش بین‌المللی علمی از مهمان نوازی صمیمانه ملت کهن تمدن تاجیک اظهار خوشنودی کردند. در نمایش دستاوردها انواع میوه‌جات، سیب و نوک، انگور، خشک میوه‌ها، محصولات گوناگون نانی از قبیل کلچه و قلمه، چپاتی و فطیر و کلچه قندها، اینچنین آفریده های هنرمندان گلدست شهر به مانند سوزن دوزی، جوراب بافی، طاق دوزی، گل دوزی، سبد بافی، رفیده دوزی و امثال این پیشکش مهمانان کرده شد. مهمانان از انواع غذایی و میوه های شهدوار تاجیکستان چشیده به طعم و لذت آن بهای بلند دادند. سپس هیئت مهمانان به محل ساختمان نیروگاه برق آبی روغن آمده از رفت کارهای بنیادکاری در کاخ نور تاجیکستان از نزدیک شناس شدند. مورد به ذکر است که نیروگاه برق آبی روغن دارای 6 اگریگات بوده با اقتدار 3600 مگاوات ساعت و بلندترین سد به قطار 10 انشاءات عظیم گیدروانرژتیکی دنیا شامل است که بیشتر انشاءات اساسی آن در قلب کوه بنیاد شده است و در جهان نظیر ندارد. برای من شگفت انگیزه. من در رابطه با آب کارشناسی میکنم، چند تا کتاب دارم و این جایگاه اینجا شگفت انگیزه. 80 کیلومتر تونل و تونلچه های گوناگونی که اینجا هست و این شگفتی عجیبی که اینجا هست یکی از شگفتی های جهان ما خواهد بود که امیدوارم هر چه زودتر آماده بشه و من بسیار بسیار خوشحالم که همچین همایشی برگزار شد و زمانی بود برای این گفتگوها، هر چند زمان کم بود که بازگشایی بشه، ولی بهترین رویدادی بود که به باور من تا حالا دیدم. من در بسیاری از این کنگره‌های جهانی انجمن قلم بودم، ولی در این رابطه میشه گفت برای من آرمانی و دلخواه و بهترین بود. حالا در این انشاءات تقدیرساز که آینده درخشان تاجیکستان است، بیش از 20,000 نفر ساختمانچان مهندسان با استفاده از 3000 تکنیک و مکانیزم پر اقتدار فعالیت سازنده و بنیادکارانه دارند. با دیدار این یک پدیده بزرگ تاریخی میسر گشته، ما گروهی ازبکستان خیلی ما شگفت زده هستیم از این شهامت و این عظمت و این شکوه و شوکت این فرزندان عزیز تاجیک که اینقدر با یک دلیری با صمیمیت کار میکنند. نیروگاه روغن تولید کننده روشنی است، روشنی، و فکر میکنم که مردم تاجیک روشنترین دل دارند. امین بود از آفت گیتی دل روشن، از برق زیان نرسد حاله مهرا. ما مردم تاجیک با این پیشوای بزرگوارمان، شما بر این فرزندان عزیز دل روشن دارین و ستونهای این گونه پدیده های بزرگ تاریخی هستین، این گونه تحولات هستین. مهمانانی که از تمام دنیا اینجا تقریبا شرکت دارن میگفتند که این شعارها چی نمیشد، یعنی مردم تاجیک خاک را گیرند زر میگردد، میگفتیم با ایشان. توجه هیئت مهمانان را اساساً موقع جایگیرشوی تالار اگریگات ها که در قلب کوه بنیاد شده است بیشتر جلب کرده به عزم و اراده قوی دلاوران تاجیک احسان خواندند.
در برابر اهمیت مهم اقتصادی داشتن، آینده روغن میتواند به منطقه با نفوذ سیاحی تبدیل یابد. امروز که در اینجا دارم میگردم شاهد پیشرفت‌ها و پروژه‌های عظیم ملی شما هستم که این پروژه خیلی بزرگی دارین برای تولید برق و من خوشحال از اینم که شما هزینه‌های کشورتون در راه‌های صحیح مصرف می‌کنین، در راه‌های درست مصرف می‌کنین برای پیشرفت و توسعه و تاریخ و فرهنگ اینها. و من همیشه آرزو داشتم که به تاجیکستان بیام و این کشور رو از نزدیک ببینم. من برای شما مردم تاجیکستان که دارین در راه آبادی کشورتون، توسعه فرهنگ و تاریخ و زنده کردن تمدن باستان بزرگ دارین کار و کوشش میکنین، صمیمانه بهتون تبریک میگم. مردم تاجیکستان قدر این همت‌های والای این شخص ارزشمند جناب امام علی رحم‌الله بدونن. من تو کشور شما غیر از زیبایی، محبت، انسانیت چیزی ندیدم. همش سبزه و گل و خیلی خوب بود. هیئت مهمانان که اکثرا از دایره‌های علمی و ادبی از جمله شاعران و نویسندگان، عالمان و محققان و پژوهشگران کشورهای با نفوذ عالم میباشند، پس از دیدن کارزار عرصه ننگ و ناموس ملی و جبهه بزرگ سازندگی، آینده تاجیکستان را درخشان ارزیابی کردند. اون چی که امروز دیدیم، این به اصطلاح سد و این بندی که ساختن به نظر من بی‌نظیره، شبیه این که من ندیدم. این پروژه بسیار بزرگ و سنگین و جهانی است که ظاهراً گفتن که در منطقه در آسیای میانه بزرگترین هست. از منابع طبیعی، از انرژی آب که شما سرشار دارید، فراوان دارید، خوب استفاده میکنید. تمام متخصصان آن هم تاجیک هستند و در واقع به دست خود ملت داره انجام میشه. من تصور میکنم یکی از زیباترین و یکی از بزرگترین پروژه هاست که در آینده اقتصادی و فرهنگی و سیاسی تاجیکستان مؤثر خواهد. محیدین محمد داوود، مهروز جمعه، روغن، اخبار.